گایز چطوری؟ من ملوفر هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو خفن جذاب پرطرفدار از سری ویدیوهای مورد علاقه شما عزیزان، ویدیوهای گردونه کالاف. امروز قراره فول گردونه گان متیک DLQ رو براتون بزنم. امیدوارم خوش شانس باشیم و بتونیم جزء اولیه این گانو بگیریم. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم این گردونه رو روی استریم بزنم. میدونم که استریمای گردونه رو خیلی دوست دارین ولی متاسفانه شرایطش رو نداشتم. امیدوارم ویدیو رو ببینید، دوست داشته باشید، لایک کنید، کامنت بذارید و اینکه کلی انرژی خفن و مثبت بهم بدید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها بریم گردونه رو بزنیم. اولیش رو بزنیم انشالله که گانو تو اولیا بده. البته این گردونه رو دو تاشو قبلا این دوست عزیزمون صاحب اکانت زده، مثل اینکه شانسش هم زیاد خوب نبوده. بله اینجوری که مشاهده میکنید. خب اولی رو بزنیم. 1 2 3. خدایا گانو بده اولی. بریم. چشامو میبندم. کارکترشو داد. وای خدای من، مثل اینکه خوششانسی به ما رو کرده. دوستان عزیزم فکر کنم این گردونه قرار خیلی خفن پیش بره. بریم برای بعدی. آقا اگه بعدی گانو بده به خدا شیرینی میدم، به خدا شیرینی میدم بهتون. بریم برای بعدی هم بزنیم. 1 2 3. چشام میبندم. کالین کارت اصلا گزینه جذابی نیست. خب بریم برای بعدی به نظرتون چی میده؟ ای خدا گانو بده، بده تو رو خدا. 1 2 3. بده برو بابا. این چیه آخه؟ ننگ به نی رنگت. بریم برای بعدی. بده گانو بده. بابا این بیلو کجای دلم بذارم آخه؟ خدا لعنتت کنه اکتیویژن. همین بیل. بعدی. خدایا این دیگه گانه، به خدا این گانه. حالا نگاه کن وایسا، این گانه. اما یوجیبو. بریم. 1 2 3. بده دیگه جون مادرت بده. دنسه شده. دنسش هم حالا خوبه ولی خب کلا از این گردونه چیزی نمونده دیگه. 2 تا فکر کنم موند. 3 تا مونده بچه ها. ای خدا بده به حق 5 تن این گانو بده. 1 2 3. بده جون مادرت بده. ATV. برو بابا مسخره. جمع کن خودتو با این گردونه زدنت. 1 2 3. بده دیگه. خب تموم شد بچه. آخری گانو گرفتیم. آخری شد گان. یه AK47 زیبا هم داد بهمون ولی خب به درد ما نمیخوره. بریم برای آخریش دیگه. آخریش هم بزنیم دیگه. مبارک ها باشه ایشالا. طبق معمول وایتکس لازم بودیم. به به مبارک باشه. چه گان جذابی. مبارک باشه. خیلی خوب بود. انشالله که با دل خوش استفاده کنیم. به
ته دلم ناراحتم، ولی خب بچه ها امیدوارم از گردونه امروز خوشتون اومده باشه. درسته خوش شانس نبودیم، ولی خب بالاخره این دیل متیکم به اکانت اضافه شد و اینکه مواظب خودتون باشین. تا گردونه بعدی، خدافظ.